بیارجمن با قدمتی کهن روزگاری بخشی از کوره بومس بوده. نام اینجا برگرفته از ترکیب دو روستا، بیار به نام چاه و جمن نام یک قلعه تاریخی است. زمانی بیارجمن یکی از شهرهای مهم سربداران محسوب میشد. در دوره‌های مختلف مخصوصا دوره اسماعیلیان شاهد آبادانی بوده. از قدیمی‌ها شنیدیم که در این کوه آسیا سفال یا کوزه شکسته هایی در ارتفاع یا روی کوه قرار داده که داریم کاوش میکنیم که اینا رو پیدا کنیم. سرزمینی که پیش از آغاز تاریخ، پیش از بلوغ من که تاریخم برآمد. تاریخ هرگز نباید دل به کسی ببازد، اما من دلباخته این سرزمینم. وجود منابع مس در کوههای اطراف نشان از آن داره که در گذشته‌های دور اینجا منابع اولیه زندگی در این کوهها قرار داشته. کوه حسه و جلوتر هم برو رفتی. حسین دست کن. شهر کهن روزگاری در قلمروی سربداران بود، چرا که این همه کوره تو این کویر خودش یک معمای بزرگیه. هر یک از این کوره ها خودش یک پازل تاریخی که هنوز تکمیل نشده.